هر کسی که اگر در ماه مبارک رمضان دروغ گفتن قطع نکند، غیبت کردن قطع نکند، حقارت کردن قطع نکند، بر نسبت یک برادرش تهمت و گمانهای بد ترک نکند، الله ما مهربان گفته بود است که دیگر برای من حاجت نیست که تو خواه طعام میخوری، خواه مقصد از نوشابه ها می نوشی، دیگر اختیار در دست خودت. یعنی آن پاداش و ثوابی را که من خواستم بر تو تیم، صد افسوس که تو با این رفتارها و کردارهای بسیار زشت و نادرست تو مقصد آن ثوابها را و آن اجرها را از دست دادی. حتی حدیثی هم داریم که الصوم جنتون ما لم یخرقها، روزه سپر است مادامی که شما این سپر نشکنید. یعنی معناش این است که شکستنش همین راه نادرست در ماه رمضان انتخاب کردن و در این ماه رمضان دروغ گفتن، در این ماه رمضان بیرحمی و بی انصافی کردن، این شایسته آدمی روزدار نیست برادران عزیز. از این لحاظ این شرط ها را هم در داخل حدیث پیامبر نازنین گوشزد من دارد که مبادا به این کارها دست نزنید که شما از این بسیار پاداش بزرگ برادرای عزیز و گرامی محروم میشین. حتی بین در دوام حدیث میگه فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ. حتی چقدر عادی و ساده میگه اگر یک نفری شما را حقارت کند، حتی شما را اراده کشتن داشته باشد، شما در عوضش برادر عزیز میگه هیچگاه حقارت نکنین، بلکه جواب تو بر او آدم این باشد اینی صائم، من روزدار هستم. برادران عزیز و گرامی، انشاءالله فکر میکنم که این سخنهایی را که از حدیث قدسی برای شما بیان دارم انشاءالله شما را درک میکنین و در این ماه مبارک رمضان هیچگاه مقصد به این بی اهمیتی راه نمیتید.